میگویند خداوند همه گناه را عذابش در روز قیامت میکند. کل الذنوب یؤخر الله منها ما شاء الى یوم القیامه. همه گناه خداوند عذابش روز قیامت میکند. انسان نوکردگی این شب خواب نرفتگی خلاص نمیشن. انسان اینما پیشواز گرفتگی ها مسلمانای بیناموس فقط خدا را عذابش خلاص نمیشن. اینها دین فروشند، اینها ملت فروشند. اینها سال پیغمبر خوشان تولد چی جشن نمیگیرن، سال پیغمبر روزگار خواب نرفته خانه به خانه یافته میکنن. این دیوسا این بیناموسا خدا فقط عذاب میکنن. سال نو سال کی هست؟ شب 31 دکمبر پیغمبر شما تولد شده بود که خواب نرفته این شب همه تا ساعت 12 شده. محمد ابن عبدالله تولد شده بود. یادم که شما سالی تولد پیغمبرتان نمیدانید، اما سالی تولد عیسی را از اروپاییان زاید شما جشن گرفت ایستادید. شرمنده های بیناموس و به غیره. شما مسیحی ها، شما اروپایی ها، یهودی ها پیغمبر شما را جشن نمیگیرن سال تولد جا. شما یک بار سوال نمیتونید که سال میلادی کی هستین؟ میلادی بابا دارید، میلادی ماما دارید، میلادی پیغمبر دارید، میلادی قرآن دارید. کیه؟ از مسیحی ها باشید با ما چی دست دارن؟ همه فتوها هست من تشبه بقوم فهو منهم. من بیناموسی شما، من بی‌غیرتی شما، من بی‌دینی شما